رقابت میانی سنگین وزنها در شام کورش نیروسنجی پهلوان شهرتیاری ما زیادالله نعمتov با پهلوان از کشور هندوستان پرمجید خان است که آغاز می‌یابد و زیادالله قربانوف معذرت زیادالله نعمتov یکی از پهلوانانی است که در مسابقه های گوشتینگیری در میدان های گوشتینگیری ما هنری او را بیشتر شاهد میشویم و باید قید نماییم که در سال 2024 در چمپیونات جهان اوید با سامبو میانی استادان سابقه داران و گرفتن نشان طلا شرفیاب گردیده بود و باید قید نماییم که این چهره را همگان با تخلصی دیو میشناسند. اینجا حرکتی انجام داده پهلوان هندوستانی را یانباش بهاگذاری کردند و دیگر باره حرکت میکند پرمجید. گفتن هموند که زیادالله هواداران زیاده دارد و اهل تالار هم همه به خاطر هنرنمایی او ایستادگی کردند و دستگیری میکنند زیادالله نعمتov را. اینجا حرکت از جانب پرمجید دیگر باره انجام یافت که زیادالله نگذاشت رقیب اصول پیشه کرده اش را انجام بدهد. تنها اینجا برای زیادالله امتیاز کامل حلال لازم میآید که غلبه را به دست بیارد. حرکتش اینجا خوب بود و باید همین گونه ادامه دهد نیروسنجی را. نسبت به زیادالله اینجا به نظر می رسد که رقیب هندوستانیش جوانتر به نظر می رسد و این نیروی جوانی است که در برابر زیادالله ارزنده هنرنمایی می کند. پهلوان هندوستان برای پرمجید خان اینجا تنبیه نشان میدهند و نیروسنجی ادامه مییابد. یک تنبیه، یک چاله و یک یانباش را در اختیار دارد پرمجید خان. همین گونه حرکت های زیادالله ادامه یابد. فکر میکنم که رنگی دیگر میگیرد. وقت حالا زیاد است و زیادالله میباید که همین گونه حرکت هایی که انجام داده ایستاده است ادامه بخشد و ببینید که چگونه با یک پرتافت دیدنی پهلوان هندوستانی زیادالله نعمتov را شکست میدهد. همینطور پرمجید خان در این رقابت دوستانه اولمپیاد را به دست آورد. یک تنتنه ایلوگی بخشید. بله در رقابتی که در برابر رقیب هندوستانیش داشت موفق نگردید، ولی به هر صورت یک رقابت جالب را در هنرنمایی زیادالله و رقیبش ما اینجا شاهد گشتیم. پرتافت تکراری که زیادالله را روشان از زمین آورد پرمجید خان.